درود به شما بینندگان عزیز. باز هم در استودیو برنامه لحظه با روانشناس است و اینجا من هستم مریم دولت‌آباد در خدمت شما. امروز یک موضوع خیلی مشکل رو با ما پیشنهاد کردن. یک نفر مراجعت کرد درباره مشکلات مکتبی کودکش و من قرار دادم این موضوع رو به هر حال اینجا مطرح کنیم، زیرا خیلی موضوع داغ است. یک کلمه انگلیسی است با نام بولینگ، همسنف آزاری، و امروزها در مکتب‌های ما هم همین چیز پیدا شده است. اصلا همدیگر آزاری در خانه ها هم است، در عائله ها هم است، در عائله های سرفرزند. مثلا اپاهای کلانی بعضا میتوانند نسبت دختر خواهر خردشون یک فرزند در بین میتواند گپشون او باشد که او رو یا مسخره میکنند یا شوخی دل‌آزار کننده میکنند. شوخی چیزی است که آدم رو باید بخنداند. اگر دل کسی را رنجاند و شوخی نیست و آزار است. این در داخل عائله است. ولی در مکتب وقتی که همسنف آزاری سر می شود، وقتی که بولینگ سر می شود، وقتی که گروهی معین بالای یک نفر کودک فشار می بیارند با شوخی های بی‌معنی، با یگان طعنه، با یگان ایراد گرفتن ها، این پیش از همه مشکل معلم است. و اون مثالی که پیشنهاد کردن خیلی مثال دردناک است. یک دخترک گویا از روی گپ معلمش تلفن داشته است و تلفن معلمش پشتک تلفن شفاف بوده است و در پشتک تلفن معلم پول میگذارد و وقتی که یک شاگردش خواهش میکند که از تلفن استفاده برد و همون پولی که در پشتک تلفن بوده است یک تاشو میگیرد، 500 سومانه بوده است، یک دانش میگیرد. بعد معلم وقتی پولش حساب میکند پول نیست، بعد استنتاق میکند تمام صنف را پول کی گرفت. بعد معلوم میشود که کی گرفته است. اون کودک پول برمیگرداند، ولی همه شنیدن که پول گم شد و پول رو کی گرفت. در نتیجه خانه ها وقتی کودکان شنیدن و یا انگیزه خودشان رو دارند و هر سر چند وقتی درباره پول، درباره گم شدن پول در اونجا اگر حتی گپی رهبراست نباشد، برای این کودکی که لط خورد، بله قاعده رو ویران کرد، پول کسی رو به اجازت گرفت، ما این رو دزدی میگیم. در اصل در حالت این حاضره ما کودک دزد گفتن و حق نداریم. به اجازت گرفته است بگیم بهتر است، برای که خود معلمه کار نادرستش آن بود که پول رو در جای نمایان گذاشت. کودک وسواس داد. اصلا همین عمل خیلی عملی برای من نافهمه است. شما پول دارتون کی نشان میدید؟ برای پول همیان گفتگی جا هست، کیسه گفتگی جا هست. اگر در پشت تلفن میمونید طرز میمونید که ننماید. نکه چیکار کنید؟ ببینید معلمه، آموزگار، پداگوگ چیکار کرد؟ کودک وسواس داد. کودک از اونجا پول گرفت. بعد کودک پول برگردوند، ولی نام کودک در داخل صنف از بس که معلمه آوازه کرد به بدی برآمد و خانه ها این دخترک در اون صنف دیگر خواندنش ممکن نیست، امکان ندارد. او خود رو اونجا همیشه ناخوب و ناآرام حس میکنه و بعدا وقتی که در بین همصنف شوخی هر سر چند وقت شوخی آزاردهنده سر میزند و کودک در حضور مثلا در مورد پول یا در مورد دزدی صحبت میکنند، این کودک واقعا خیلی ضربه سخت میخورد و با مشکلات دیگر هم سر میزنند. و بسیار عجیب است که در همین حالت من تا جای شنیدم معلمان کارمندان شعبه ملیسه رو دعوت میکنند. این مسئله داخلی مکتب است. این کودک جنایت صادر نکرده است. کودک با ملیسه چی میترسانید؟ بی‌هنری خودتان رو به ذمه ملیسه میگذارید. بسیار کار خطرناک است در چنین مورد. و من یک قصه رو برای معلمانی که مرا میشنوند نقل میکنم. یک معلم پیر در نفقه است و یک نفر به نزدش رو خبرگیری میآید، میگه که من معلم شدم، کسب شما رو پیشه کردم. میگه یادم نیست که تو کدام شاگردی من کدام مکتب خوانده. میگه یاد شما نیست، یاد من هست. یک وقت میگه در صنف ما یک بچه یک میخواند و بچه ثروتمند بود و من بچه کمبغل بودم. او یک روز در دستش یک ساعت بسیار قیمت را گرفته بسته اومد و وقتی که ما درس ورزش داشتیم من اون ساعت رو دزدیدم، گرفتم در کیسه من دادم. ساعت بسیار زیبا بود، من حواسم رفت. وقتی که پسرک داد و فریاد کرد، همسنفی من گفت که تو ساعتم گم شده است. شما یک کار کردید، گفتید که همتون چشمتون رو پوشید، من ساعتم مییابم. همه بچه‌ها چشمشون رو پوشیدند، شما ساعت از کیسه من گرفتید، به دست صاحبش دادید، ولی به کسی چیزی نگفتید. و من در خاطر نگاه دارم، خاطر من یک عمرم ماند که شما آبروی من رو حمایت کردید.
و هیچ کس هم در اون صنف نفهمید که ساعت رو کی گرفت. و وقتی از شما پرسیدن شما گفتید که وظیفه من یافتن ساعت بود و من ساعت رو پیدا کردم. و ببینید دو مثال آوردیم ما. یک مثال از معلم خردمند، یک مثال از یک معلمی که خودش رو اداره کرده نمیتواند، پولش رو به نمایش میگذارد. به وقتی که حتی اگر که پول از کیسه یا سمکهش گم بشد، حتی از سمکه یک نفر دیگر هم گم بشد، علاج به آوازه و به کودک شکسته پیدا کردن این پول بود اگر معلم بالا این فکر میکرد. واقعا مشکلاتی که در مکتب روی میتید، اگر جنایت وزنین صادر نشده باشد، جلب کردن کارمند ملیسا کار خوبی نیست. خودی مکتب، خودی معلمون، رهبریت مکتب باید آن قدرتی را داشته باشند که با فرزندان خودشان صحبت کنند. یگانه همکارشان فقط پدر و مادر است. میتوانند پدر و مادر رو دعوت کنند و با اونها مصلحت کنند. و تربیت با ترس هرگز تربیت مفید و مؤثر نبود. و حتی حالت‌های هم هست میگن که پدر و مادران میتوانند کارمندان ملیسا رو دعوت کنند. اصلا در ملیسا فقط یک مقامات است که یک نفری است که متصدی کار با نورسان است و آنها هم با نورسان جنایت پیشه کار میکنند. آنها کار پیشگیری البته دارند. کارمندان مقامات میتوانند بیایند صحبت ها کنند با جوانان، با مکتب بچگان درباره کدام موضوعی که برای جامعه همون زمان است. ولی وقتی که دو کودک جنگ می شود، خواه پدر و مادر ملیسا می بیارد، خواه معلم ملیسا دعوت میکند، این عمل خیلی نخوب است. خیلی احتیاط کنید. خیلی احتیاط کنید که در حالت‌هایی که شما رفتید تربیت فرزند است، خصوصا دوره نورسی دوره خیلی پر مشکلات است، نه تنها برای کلانسالان، پیش از همه برای خود نورسان مشکل است. اینو دوره است که نه خودشون را شناختن سر میکنند، هنوز چی بودن عالم رو نمیدونند. آنها دعوای مستقلیت دارند ولی قدرت استقلالت رو استفاده کردن ندارند، دانش و تجربهشون نمیرسد. و در این دوره معلم و پدر و مادر باید همیشه راهنما و راه بلدشان باشد، متکاشون باشد، متخصص توانا. خاصه در مکتب معلم اینجا جایی است که آنجا باید درباره فرزند، درباره شاگرد، درباره تربیت همه چیز را بدانند. آنها متخصص ساحه هستند و اگر نمیدانند پس بیاموزند. و در حالتی که من همچون مثال آوردم، خود معلمه باعث همین مشکلات شد. خودش سرچشمه مشکلات کردید و بچه ها رو به همدیگر زید کرد. این دخترک لط خورد، لط ضربه روانی خورد، پدر و مادر به غضب آمدن و غیره و غیره و کذا. یک قیامت سر زد از آن که یک معلمه در پشت تلفنش پولهایش رو به نمایش گذاشته است. پس باید اگر که ما معلم هستیم، اگر ما پدر و مادر هستیم، اگر ما در تربیه‌مون فرزند داریم، ما باید بگوییم و خودمون سوال بدهیم که این فرزند با ما چی لازم است. ما تربیه گفته چی رو به نظر میگیریم؟ ما از فشار آوردن، از صحبت کردن، از مهربانی کردن چی مقصد داریم؟ نتیجه را چرا انتظار هستیم؟ چی امید داریم ما؟ اگر این چیزها رو ما نمیدانیم، اگر به این سوال ما جواب ندادیم، اصلا تربیه که ما میکنیم با منفعتی نه به فرزند است، نه به جامعه است و نه به خودی ما. نه ما معلم موفق هستیم که بعد چند سال شاگرد، چون قصه که گفتم بیاید و بگوید که تشکر به شما معلم که منو به این کسب هدایت کردید. و وقتی که شاگردان از این مکتب میبرایند، وقتی ختم کننده میشوند بعد 5 سال 10 سال، همین معلم رو به نیکی هرگز یاد نمیکنند. اگر در کسبتان در جای خودتان نباشید، بهترش کسبتان رو عوض کنید. خاصه معلم تو تقدیر فرزندان مردمش شکستنه. با احتیاط باشید. شما انسان تربیت میکنید. پدر و مادر به شما باور کرده فرزندشون رو روان میکنند و اونجا باید برای کودک جای امن باشه. هم از نگاه روانی، هم از نگاه معنوی، هم از نگاه مادی و مثلا سردی و گرمی و این چیزایی که در مکتب هست. اگر مکتب جای امن نیست برای کودک، پس کجا باید جای امن باشد؟ و این امنیت رو کی باید تامین کند؟ اگر معلم تامین نمیکند. پس شما نه تنها آموزگار هستید، شما نه تنها یک کارمند ساحه معارف هستید که از پشت این کسب نان میخورید. شما مسئول خوشبختی و بدبختی فرزندان این ملت هستید. اگر این بار برای شما وزنین است، پس کسبتان دیگر کنید. هم خودتان در عذاب نمانید، هم نسبت فرزندان مردم که به شما باور کرده نزد شما روان میکنن خیانت نکنید.
زیرا همه چیز حساب کتاب دارد. هم اینجا حساب کتاب دارد، هم جای دیگر، هم امروز که شما سر قدرت هستید حساب کتاب دارد، همون دمی که شما به نفقه میبرید و پیرو درمانده میشوید. این بود چند سخن مختصر در یک باره موضوع خیلی داغ که منم اون رو خیلی احساساتی برای شما بیان کردم و امیدوارم که هر کسی شنید برای خودش یک خلاصه میبرد. عبود باشید. تا صحبت دیگر بگذار در همه مکتب ها، در همه عائله ها فرزندان ما آسوده و در حالت امن باشند از همه جهت. تا برنامه دیگر در تلویزیون سفینه.